آقا توی یه حرکت فوق پشمریزون ایران جام جهانی رو تحریم کرده. ماجرا چی بوده؟ آقایون چون تایپ‌های بلد نیستن درخواست 50 تا ویزا دادن. آمریکا هم دیده بابا پول شام و اینا از کل بودجه یه سال ما بیشتر میشه. یه سرشون ویزا نداده. اینا هم گفتن یا همه یا هیچ کس. پس آقا ما هم نمیایم قرعه کشی. خودتون یار کشی کنید ما فقط میایم بازی میکنیم. از اون ور آقای قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی جمهوری اسلامی هم امیدوارن که با قطر هم گروه شن. اینم سطح مربی تیم ملی. اینکه چطوری دو تا تیم آسیایی توی گروه باشن مهم نیست. چون ما اول تحریم کردیم پس باید بشه. به خاطر همین تحریم هم بازار اپل کساد شده. بالاخره میدونه که آقایون موقع برگشتن 200 تا گوشی آیفون سوغات میارن. به نظر من بهتره فیفا یه فیکی به حال این وضعیت بکن یا حداقل اپل واسه دلگرمی چند تا آیفون برای این دوستان بفرسته. و یاران ما اعصاب نداریم. فدراسیون که سفارت هم داره از دیوارش بالا بریم. ما این وسط بازیاتون میریم تو زمین. حالا خودتانی.